салом азизони дилу дида. боварӣ дорем ки хубу саломатед. барномаи пурсуков бо саволҳои психологӣ манзуратон. дидан мехоҳед? ها البته албатта ҳар як инсон ба таври худ хушбахт асту ба таври худ аз чизе ҳарос дорад ва мо ҳам айнан дар ҳамин бобат омӯзиш гузаронидем. дар бораи хушбахтӣ аввал каме ба равоншинос гӯш медиҳем. اصلا درباره خوشبختی وقتی ما سخن میکنیم باید بگیم که در زندگی همین حادثه هایی که با ما با انسان ها روی میتیم آنها گاه مثلا آدم را خرسند میکنن گاه غمگین میکنن و هر باری که انسان با یگان غم و اندوه با یگان مشکلی رو میبرد و دچار میشود و وقتی که انسان با سربلندی این مشکلی رو پس سر میکند همین لحظه او را یک حالتی خوشبختی فرا میگیرد و او خود را همین لحظه خوشبختی حساب میکند. یعنی خوشبختی را نمیتوان با یک عباره ifade کرد چون را هر شخص به طور خود میبیند. که مثلا مشکلی اقتصادی داشته باشد و صاحب یگان مبلغ معین شود خود را خوشبخت میکند. که مشکلی روانی داشته باشد مثلا که در مناسبت ها و معاشرت با کسی مثلا مشکلی داشته باشد و این مسئله را حل کند و مناسبتاش خوب شود خودش را خوشبخت میکند. پس میتوانیم خلاصه برآوریم که الان با حل کردن هر گونه مشکلی های زندگی یک لحظه انسان خود را خوشبخت میکند. درست. از نگاه علمی روانشناسی چی؟ از نگاه یکون علم پسیخولوژی هم یا همین خیلی است که پسیخولوژی که با مسائل های پسیخولوژی و روانی اعتبار که میتین پسیخولوژی میگن خوشبختی این همون لحظه است که وقتی قدر انسان را میدانند یعنی اطرافیان قدر قیمت او را میدانند. پس عکس این حالت را میتوانیم بدبختی گوییم. بدبختی آن لحظه ای هست که وقتی که دیگران قدر انسان را نمیدانند و نسبت به او معاشرت و مناسبتی بد میکنند به احترامی ظاهر میکنند. من در این مسئله خاراکتر سوبیکتیوی که دارد هر آدم هر لحظه خود را هر گونه حس میکند وابسته به اونی که چی گونه مشکلی دارد. فهمو تشکر برای معلومات. انا در همین خصوص نظرسنجی را شروع میکنیم. ما میتوانیم با سوالهای عادی گذاریم. شما خوشبختیتان را در چی میبینید؟ اولا خوشبختی من این سلامتی پدر و مادرم. خوشبختی من سلامتی اهل عائله‌ام میباشد. فکر میکنم که خوشبختی هر یک شخص در آن میباشد که او خود رو پیش از همه خوشبخت حس کند. از آن لحاظ که هر یک شخص با آن شغل دوست داشته که هر روز فعالیت میبرد این نیز میباشد خوشبختی. نمیدانم نه در خوشبختی اهل عائله در همدیگر فهمی، در تنجی، در آسودگی، در روزگار آباد، در وطن آسایشته. خوشبختی پیش از همه با انمین عائله خودم که بسیار با عائله خوب داریم و آبادی تاجیکستان. در زندگی خوشبختی را در طرز حیات سالم یعنی که در زندگی سالم می‌بینم. در اتفاقی همدیگر فهمی در عائله از این بهترش نیست و در تنجی زمانمان در تنجی دولتمان در وحدت مردم در استقلالیت وطن محبوبمان تاجیکستان. در خوشبختی عائله. خوشبختی پدر و مادر، خرسندی پدر و مادر. خوشبختی‌ام رو در وطن تنج و آرام در استقلالیت دولتی در آرامی کشور. خوشبختی‌ام رو در اونی که پدر و مادرم صحت سالم در بالای سرم باشد، عائله‌ام آباد باشد، وطنم تنج و آسایشته باشد. در عملی گشتن مقصدهایم. این برایش مهم است. خوشبختی‌ام اگر پدر و مادرم صحت سلامت باشند در حضور پدر و مادرم می‌بینم. خوشبختی‌ام رو در خنده مادرم می‌بینم اول. بعد تمام. وقتی که من یکم مرتبه به دانشگاه داخل شدم من دارم اونجا می‌بینم. در عمرم من چنین سرفراز نبودم. اگر اولای من خوشبخت باشم من همیشه خوشبختم. پدر مادر سلامت باشن خوشبختی معمول است. خوشبختی هم در خوشبختی اهل عائله. خوشبختی خود را در عملی شوی آرزوهایم. واه عجایبا. پاسخهای جالب ولی سوال همیشگی ما برنامه را باز هم جالب تر میکند. شما برای چی خوشبختیتان را محض در همین چیزها میبینید؟ با نقطه نظر من اگر گیریم خوشبختی هر یک شخص در هر گونه سم دیده می شود و خیلی که قبل از این گفتم خوشبختی من در آن دیده می شود که یعنی
пеш аз ҳама саломатии аҳли оила, падару модар. Оила тин боша, ором боша, ҷанҷол набоша, хушбахт аст. سخن خوب نیت خوب است. агар ватан обод набошад ягон инсон хушбахт нест. агар озодӣ набошад ҳеҷ кас озодии худро ҳеҷ кас хушбахтии худро ҳис намекунад. агар муҳити оила солим набошад ҳеҷ кас барои худ ягон манфиат гирифта наметавонад. чунки мо як давраи бисёр ногуворро аз сар гузарондем ва худо кунад ки ҳеҷ кас ҳамон рӯзҳоро набинад. агар инсон солим зиндагӣ яъне ки инсон як тарзи зиндагӣ кунад ки яъне солим зиндагӣ кунад, яъне ӯ инсон хушбахт аст. чунки ҳама чиз оила сар мешавад. агар дар оила ҳама тинҷ шӯрӯ вазир соз бошад, агар албатта ҳама нағз мешавад. ман дар баробари оила ман ватанамро ҳамчун оилаи калони худам ҳисоб мекунам ва ҳазорҳо шогирдонамро дар давоми 50 сол дар ҳамин рӯҳия тарбия кардам. برای اینکه سرجم بودن آیله خوشبختی هم است. برای که خب پدر و مادر خرسند باشن، خوشبخت باشن، ما فرزندان خوشبخت. чунки хушбахтона шабу рӯз ҳама тинҷ ором баромада бо ҳамсолони худ бо хешу таборони худ ҳамсӯҳбат шуда сайру гашт мекунем бе ягон тарс маросим. хушбахти ҳар як шаҳрванди кишвар аст. барои ин ки ба фикри ман беҳтарин чиз ҳамин аст. ватан тинҷ бошад, зиндагӣ обод бошад, падару модар болои сар бошад. ман ҳамин хел фикр мекунам. чунки мақсадҳои ман нек ҳастанд ва агар онҳо амалӣ гарданд, хоб барои хушбахтии ман мебошанд. намедонам, фикр мекунам якумин чихе орзуям амалӣ шуд. орзуи ман яъне ба донишгоҳ дохил шудан, яъне муаллима шудан буд. хай падару модар ки қиблагоҳи мо ҳастанд, аз ҳамин сабаб агар онҳо хуш бошанд, мо хушбахт мегардем. برای اینکه از من فقط همین خوشبختی خودم رو در همین نزد پدر و مادر و این با پدر و مادر بودن رو میبینم و خلاص. برای چیزی از شوهر ندارم، زندگی رو اونقدر خوب نمیدارم. اگر مادرم خرسند باشد من هم خوشبختم. برای اون که آنها اگر شاد باشند من نیز شادم. پدر مادر نغز باشد همه باشند ما خوشبختیم. خوشبختی رو معین میکند بخیر. برای آنکه وقتی که آرزوهای تو عمل میگردد تو خود را خوشبخت‌ترین آدمی روی دنیا حس میکنی. تشکر برای پاسخ. رحمت برای سخنهای نیک. خیلی قید کردیم درباره ترس نیز پرسکو گذرانیدیم. متخصص در این باره چی میگوید؟ درباره ترس باید بگیم که انسان در زندگی کوشش میکنه که هر یک لحظه، هر یک حادثه‌ای که او را احاطه کرده است او را زیر نظارت بگیرد. بعضا نوابسته از آن خواهش ما حادثه های روی میتیند که از ما وابسته نیستند یا که ما نمیدونیم که چگونه روی میتید و ما در عاقبت روی دادن یا که عملی شدن حادثه مثلا سهم گذاشته نمیتونیم. همین حادثه که از ما وابسته نیست و ما چیکار کردن را مثلا چیکار کردنمون را چه رفتار کردنمون نمیدونیم که باعث مثلا درستی حادثه حل مسئله شود که موافق طبع دل ما است، این را که نمیتونیم، در دل انسان یک ترس و هراس پیدا می شود. یعنی سبب پیدایش این ترس وقتی که انسان انیخل حادثه روی میدادگی برای او تصادفی است، غیر مقرری است و ناگهانی است و او این را نظارت کرده که نمیتواند، با همین حالت ترس گرفتار می شود. باز چی میتواند باعث ترس انسان ها گردد؟ این انتظاری بعضا از حادثه نامعین و نامعلوم هم خودش ترس رو پیدا میکند و روبرو شوی به حادثه ای که برای انسان غیر نظارتی است، نظارت نشونده است، هم باعث ترس انسان می شود. ترس بر روان انسان تنها تاثیر منفی دارد؟ اصلا ما باید بگیم که ترس فقط حادثه منفی نیست. ترس طرفای منفی هم دارد، مثبت هم دارد. یگان جهت مثبتش را فهمانید. مثلا دانشجو از روز امتحان میترسد و باید به امتحان تیاری میبیند. این خیلی ترس ها اصلا فایده آورند. او یعنی در زیر تاثیر این حسیات او آماده میشود، تیاری میبیند تا اینکه امتحان زیر نظارت او بگذارد، چه طوری که میخواهد خودش تقدیر خود را حل کرده به طور باید شد مسئله را حل کند تا اینکه مثلا عاقبتش
چی طوری که میخواد همین خیلی شود. عجیب. بازم خوب است که در باطن هر یک انسان احساس ترس وجود دارد. همین خیلی ترسو باعث آمادگی، تیاری بینی و فعالی انسان میشه که فایده آورند. ترس ضررآور چه؟ لیکن ترسی که شدتناکیش بسیار بلند است و ناگهانی است و شخص او رو هیچ امکانی نظارت کردن که ندارد برای انسان ضررآور است و عاقبت‌های منفی پسیکولوژی را داشتن میتواند. یگان مثال بیاره؟ پاشخوری عائله رو بگیریم. بعضا آدم هر چقدر که کوشش میکند، غیرت میکند، فعالی میشود، مهنت میکند، لیکن نابسته از او، مثلا چون که در پاشخوری عائله از یک آدم وابسته نیست، از دو آدم وابسته است. بعضا زن شوهر را دوست می‌دارد، مبارزه می‌برد که عائله‌اش پاش نخوره، دیگه شوهرش که دوست نمی‌داره، عائله پاش می‌خوره. بنابراین ترس‌آور است برای چون که از دست او هیچ چیزی نمی‌بیاد، هر چیزی می‌بیاد کوشش می‌کند، دیگه به مقصد خود نرسیده ایستاده است. برعکس هم شدنش ممکن؟ برعکس هم می‌شود. بعضا مرد می‌خواهد که عائله‌اش را نگاه دارد، لیکن نابسته از خواهش او مثلا نمی‌شود این کار. سبب‌های گوناگونی دیگر می‌شود که از آدم وابسته نیست. این چیز هم ترس‌آور است چون که اصلا همه چیز قیمتش انسان که از دست می‌دهد و همه کار بر مقابل خواهش او که می‌شود، البته باز ترس‌آور است چون که آدم نظارت را از دست می‌دهد. تشکر برای فهماندهی. اکنون باشد درباره ترس پرس‌وجو می‌کنیم و با سوال جالب به مردم مراجعت می‌کنیم. شما بیشتر از چی می‌ترسید؟ دلشکسته شدن از یگان چیز. نمیدونم یگان چی نمیترسم. از بدی. از دست دادن نزدیکان خود. از همین چی میترسم؟ از همون شخصانی که درویه هستند. مثلا در دلشون دیگر گپ، در گفتارشون دیگر گپ است. از تهمتی که ناحق است زیادتر از همین تهمت. من هم از همین تهمتی ناگهانی میترسم. از بیمار شوی نبیره ها، اولا فرزنده بود، حاضر اکنون نبیره ها، ابیره ها. از ناخوانی های زندگی. فکر نکن، روی راست جواب ده. اون چیزی که بسیار نمیخواهم اون بدبختی. بیشتر از خیانت. البته از خیانت، از بی‌وفایی، از ناکامی. از خیانت میترسم، از تهمت میترسم. از تهمت ناحق مردم میترسم. از دروغ گفتن. دردون کردن پدر و مادرم. مرگ است به فکرم. مرگ است. از فریبگری دروغگویی. گم کردن عائله‌ام را نمیخواهم. جواب‌های عجیب برای چی؟ محض از همین چیزها میترسید. فکر میکنم که هر یک شخص از خردی آرزو و مرام خود را دارد. بله؟ یعنی برای اونه که با همین آرزویش، یعنی آرزوی همون شخص عملی گشتنش، از خردی سعی و کوشش به خرج میدهد که همین آرزوی من عملی گردد. ولی شخصانی هستند که فکر میکنم در سنی به بلوغت رسیدن یا اینکه در سن هنوز جوان بودنشان آرزویشان عملی نمیگردد و شخصانی هستند که دلشکسته میشوند. فکر میکنم که این از همه بدبخت‌ترین روز میباشد برای هر یک شخص. بسیار آدم‌ها در این زمانه بدی میکنن. به نزدیکان نمیتونن زندگی را تصور کرده. برای اون که اونها در دل دیگر فکر دارند، لیکن در گفتار دیگر گپ دارند. از همین چیزو میترسیم. خب این یک کاری هست که اون انسان اگر انجام نداده باشد، لیکن همین کارا بر گردن وی بار کنه. همه میترسد به فکری من خودم بیمار شوم پروا ندارم، حتی دکتر نمیرم بسیار وقت، میگویم میگذرد. لیکن نبیره ها و فرزندان اندک یک جای درد میکند که نکرد، وای بر حال من. بله من تصور میکنم. برای آنکه وقتی که شخص مقصدش رو بشه به مقصد خود نرسد، این البته یک ترس است. بدبختی انسان رو شکسته میکنه. فکر میکنم خیانت نزدیکان هم دردی سخت‌ترین میباشد نسبت هدف. برای اینکه اگر همون شخصی که در برات باشد دوست دارد، خیانت نکند، مثال این زندگیت خوب میگذره. از آن که نزدیکانت رو از دست دهی، از این میترسم. برای اون که بسیار ناکامی ها دیدم، برای همون در زمان وزیره یعنی آدمان را شناخته نمی شود که مثلا چگونه هستن از همین سبب. خیلی نمیدونم، چرا نمیتونم.
برای اینکه این چیزها بسیار رخ میده در همین زندگی. از هیچ چیز نیست، از همین تهمتی که مردم میکنن من بیشتر از همین میترسم در زندگی. نمیپسندم دروغ گفتن رو. پدر و مادر این هستی ما است، دستگیری ما است. در هر لحظه ما را دستگیری نماید. این دو چیزی که برای من خاص نیست. برای آنکه آیله برای من از همه چیزی بهترین، ارزشناکترین من میباشد. برای آن نفرانی که در برنامه اشتراک کردند و وقتی خود را دریغ نداشته به سوالهایمان جواب گفتند سپاس میگوییم. به شما نیز دوستان عزیز برای تماشا تشکر. بگذار همیشه خوشبخت و مسرور باشید و هرگز درد را نبینید. خیر دوستان عزیز، تا برنامه دیگر. رفتیم هم مشغول می شود.